گلی از دست من بستان و بویگو میان کاکلا یه خود پنوکو میان کاکلا یه خود پنوکو جنگیری خیریتی به هر جا که رفتی اشتنی خود گندمو درا غیری خوبی خودی گندمو اشتنی شکر فضل خدا با شکر چی پایه چیکار نمیکنی امروز تو چون به سر زمین ای بر و دری سرکنی نام خدا گندم هم میته خوب بلند شده نام خدا می باری شاکه و کرن جدی نرگل کن امسال هم میته خوب تعبدل بارش کرد خوب تعبدل کجا به خیر از این طرفا خونه بودم که جمیت ما این برون چرخ تو به خونه خسر خو میری به خونه خسر خوب آجی چیکار کنی برو به خونه خسر خو چرخ سعی کن چیکار میکنه چیکار نمیکنه خبری هم بگیرم باجی میته میری چیکار کنی به خونه اینا که هیچ کس نیه هیچ کس نیه همه بیامدم خونه ما آمدم خونه شما غیر از اون گیلک که خبر ندارن دیگر همه کل جمعی سرک و پرچک بیامدم به سرا ما آمدم کجی به نظر با میمونی چیزی کردی نه ما هم برم خلق بران ما بکنن سعی کنم معامله از اینا چکار میشه مو هم میته به دست دو بمونده خباجی جو اینو تا آخر آقا بعد می بران ما معلوم شه که سر از هم به کوکی عدیشه زندگی و رو براشه به فکر روزگاره به خود خوبه شه دیگه همین دیگه هم میشه بازی خوبه دیگه بخیر باشه گفتم با میمونی یک کنه خور یک دای میمون کنی مال خبر نکنی با دل جمع و نادل جمع باش گیلک به کجا نمیفهمی از گیلک نه دیگه گیلک هم شو میای دیگه این شب هم خونه ما نه خوبه دیگه تیا باشه ما هم نمیرم دیگه اینجا گفتم اینگاه کنی دیگه پیشکی برم دیگه هر لقای میفهمی بازی همون تکو چی بگو مالی نیری به خونه ما برو زن خورم وردار بیا نه دیگه خیلی بینی باز میام بخیر خب کار نداری با من بخیر بشی بازی جو خداحافظ خداحافظ فلان خیر بشی خداحافظ اینا سیو کردنی اگر دانم بعد باشه 6 هفته دیگه مرتدی گندمونه نشینو اگر نیست با پالک سیو کنم حاله میفهم چه کار کنم به خونه خسر مینام خواه ایش کنی همه برفتم به خونه با جیم کجیر خدا کنه که گیلک نباشه خوبه کاکا خسر تو ایت به حقم ظلم کردی 1000 نفر به سرم بشرندی اونا نون دادم حالا میفهم چه کار کنم امیتونی به تو پخته نکنم که یک چریک روغن داشته باشه او پولایی که پیار کجیر بیاورده او میگذارم کاکا خسر که شما خرج کنین اگه شما او پولای 1 لک خرج کردین اسم ما عباس نباشه 2 لسیا باشه بفهمیدین 5 لک پیشکش پول از ما بستوندین اندازه 1 فرغون جایز ما ندادین آی شمالی لال زار باشه به من چی دلارام ای زمستانش بار باشه به من چی ای سیماروغا ای که دو دلق سیماروغ داره بچینم جانم چنگ علی گردنم بند باشه ای خوش شده جانم چنگ میزنه چنگ حیف سیماروغ که خوش شدی خشکی نه دل دارم که در عالم ندیده بعضا مردم میامرزه نمی سیماروغ بزرگ بلگاه قایم میکنم
فکر کنم بلکم داشته باشه که ننه میگفت اگر سراغ که گیری نکام آمد اینا رو به تو به سر ببار میکنم. من میگم نه بابا برستی به سراغ یواشا دین اومد گدیون. ما گفتم به سراغ دوماد ما میره نه سهری باشه که گوشی لند دارم برای این ببار میکنم. ما که پربار شدیم سهری و سر شما یک سراغ آش ببار میکنه ننه میگه نه جو ما رو مای مبارک رمزون بعده ویبو ویلا بعده. خب چی بعده بس دگر برو تو سیمارق به چی که ما با سهری ببار کنیم دیشب بارش که اکو سیمارق دل دارم که من یاره ندیده به دست خوب بده پخشا به حلوا جانم چنگ بابا ای تو خوار با که این دیگه عالم کرده به سر فلتارو دختره کاکل به سر وای وای دختره کاکل به سر وای وای ای خبر از ما بگو بایار بگو به ننی من نه بگو به یار من که دوستش دارم بگو برگرده چیش پرچم من خاک پاچم من لا 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 الو بله سلام علیکم الله باشه شکر فضل خدا زنده باشیم جانجور تیار هستی به اولادا چیچه پیچاره زندگی شما هم خوب شکر سلامت باشین زنده باشیم به جان آوردم خاله جان ببخشیم شما کی باشیم زن کینیم بله نانی ما سلام علیکم نباشین نانه اشتری جانجور خیریات جانجور داو غلی با شکر فضل خدا برسیدیم به خیریات بجو غلای آخه من نگفتیم و میرم از سلام میرم من چیز شما تو برو با سیمارق به چینان گردانم و من باشه لنگم مثل لنگ مرغ مرده ولی به هر دو به دستم تو حالی یک دوله ندیدم دیسو کو پس سیمارق بدین اینا نانخ مثل جیده سلام هم میت سیمارق خوشکه خوش اصلا به ده حالی بینیم ترک پرک میکا من نانه و شما نگفتم خوی میشه بسته که دقیقا گوشیلان هم دارم مثلا کچیری هم هسته خیلی باشه دیگه ما ببخشیم نه شما رو ما به جا ناردم چون افتار که به تا پینک ما میخوره پینک ما مثل پینک شطور ولی کرینگ میشه چشمام علکوره میشه چردیبر خود نمیبینم به ضد زربین بفهمیدین نمیبینم من اعتصاب میکنم یا اعصاب من به سر گوشی اعتصاب میکنه شما خیال کردم شما زن مردمه چیز من شما خیال زنکک دگه کردم مثلا نفهمیده که شما زن پیار منه زنده باشی قربون قدم ما سلامت باشی نه ایتا که کرتی من گنده یه رختم هم لمشت رختم هم امیتا بیام کمیشه مرم ببریم مثلا خصوص برای کجی نه دلجان باشی من اصلا پرگپی نمیکنم وقتی اینجا برم رخته نه و قشنگ خودم میرم مثلا میپوشم خوبه میام خوش میام نانه جو خدا حافظ نره بعد مر ببخشیم عافی کنیم که نشناختم شما را دور نه لگه بقصی و نمیشیم میام محل دلجان باشیم خدا حافظ نره بیام آدم ارز رای نو غلف انداختی گله کم نیه
خدا تو خیر بده کاکا خسار. بخکول همیت پولا برابر نبود. همیت هم دم دست نمود. بم یک چکش خود حواسه دید تو شد. برو خسمت نبیده. آی اولنگ اولنگ آی اولنگ آی امان ناز دلبر بلبل مسیار یار آی آقا جان بیلا سمه فهمیدیم ماما جلال؟ بله. سعی کنیم که نام خدا امسال 8 سالیه چقدر بار آورده ای درختا خدا لکه گوله دیگه امسال اگر خواست خدا رفته باشه که تیار خوشحال باشیم. چه درخت شده تو کم گله یخ شده چگور شده این درخت خوش شده فهمیدیم؟ این خوش شده ولی باز هم کم گل داره نه خیلی. این درخت ها سعی کنیم او درخت ها سعی کنیم به همین باغچه ما نام خدا میوه دیگه هیچ کم بود ما نداریم. سعی کنیم کم هر چی سعی میکنی گله همین هر چی سعی میکنی گل خدا تو گل کرده که گل بی اندازه سعی کنیم به 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 که بخول همال همین گل شاخار تا آورده وقتی که میوه کنه دیگه چیکار خواهد کرد شاخه میشکنه چیکی میگم بده دیگه حالا کنیم سال نام خدا خوب سالیه دیگه ببینیم چه کار میشه. درخت‌ها دیگه سعی کنیم از صبح سرد میگم دیگه سرکنی کنم حالا کم بیام خودی شما کلاوان کنم 2 ساعت بسه کی بود؟ حالا پدرم آمد بابا داد بکن به این نمیدی در کمال بود بابا بیا نگاه کجی بابا ما کجایا بابا ما کجا چی میگم سر شما نه مادر شدم برفتم ما کجا رفتم به چی خبر دارم برفتن دیگه ها برفتن دیگه بابا بلال بیامده به تا سلام و برای افتاده بلال این را میرفت اول پشتم خوب بلال هم یک دفعه ملاق زدیدم بیامد برای پلا بمیر از اینا میتونی میاری بلال بزی کرده میاد به تا سلام ما بترسیدم وحشت کردم من نفهمیدم کی چه کار شده من چوب چینم داخل بلال بهوش خواستی بله بهوش خواستی چرا خود نه خوشی بری خوب بگردم اگه بهوش خونی هم بلالم را رفته مغز سر تو خرابه کجیر من دروغ نمیگم میگم تو کجا هم پیالمه میگم بدر شدن گیلک برفتن یا لکورد انا ما ایستا کنم من چه کار کنم من انا شامد بیام شامد بیا تو بیا بیا من چه کار خیریت شامد بابا ما کجا برفتم خودی پیار کجیر به سرا چری؟ میگم هم یک دقیقه بیا بره من بابا بابا بلال برفتن بلال را پلا بیا بریم خدا کاشت دروغی دیگه پیریه شما سکو
خسور ما او بابا ما قرار کرده به درشون هم برفتم به سرا الان ای بیا ما قرار کرده من میگه که بلر برفتد امیر بدا بابا به پیش بیاری تسلیم کو به پیاره من که بگم بابا من تسکین ما باسکلی که من تسلیم نمیدی بیا که برای دیگه بیا بکنی سرایه گیلک دو بکنی سرایه حالا بگو های آن به می سرا بیا بیا داره بسته که دیان حالا بهشتا برو بیا بله بابا مثل جیدی ولی را میره خود صحبت کنم و دعلا کن پیش بیا گیلک دیگه میگم گیلک ها نفهمیدی چی رقم بوده بابا جان. بیلر میلرزیده بلر میلرزیده من به تو میگم سه کم که من برفتم به داخل سر خود هم یک بار دیدم بلر ازم بالی بوم بالی بوم تمام رو به راپلا را میره را میره چه جوجو نرفتی سی نکدی بیلره چی؟ چه نرفتی تا بیلره بابا تو نشه ای ما همین جگاه زدم این جگاه زدم من یاری ما تو بگه پتو نفهم بیا بریم بعد کن پیاتو بگه پتو نفهم بله آن سعی کنیم این درخت سعی کنیم نگو همینا که ما میت زحمت از اینا کشیدیم اینا رو خدا امسال خوب بار آورده با یک دیگه همین زمینا ما شما سعی کنیم همین گندمه هیچ چی مال ما هر چی که بالا سر همین زمینا بگیشتم مثل همین گندم ما همین گندم نبوده بابا کجا میبینی دیس بیا صبر کن بده ها اونی گیلک دیس بیا ها اونی تاکم دو ما بیا ها دیس بابا بگو لو باقچه ما چند تا درخت به خود یخ زده به خودی چی بار نداره نفهم خوش شده اینا یخ زده چی رقمه دو شال اینا کو بزدیم شال کو نگیر بده دیس خیریت بیا باشه گیلا بابا چکار چه زندگی چکار شو بابا هم یک بار با تو که براتون نانیم زنگ زد گفت کجا یک گیلک گفت ما به سهرا گفت که شما نگفتیم برو سیمارک بچی هم یک بار براتون دیگه من داخل سهرا براتون یک بار بابا هم یک بار دیدم پشت بوم بلر بابا هم یک بار که من بدیدم نفس من بوسو بابا در سرر وا کردم من میتجیستان بود این طرف تو بود طرف تو نفهمیدم که مسئله اشته بیریشون گیلک اصلا دم اول تو هر چی گپ زدی ما به گپ تام نفس کو بکش نفس کو بکش پس که نفس تو چی رقم تو از اینجا که کرده اومدیم بخی نفس ما بسوخته ولی چی میگی من میگم ما که با سرا نرفتم هم یک بار دیدم پشت بوم سر ما هم یک بار بلر را میره بابا ما گفتیم این سر ما چی داره بلر را میره بلر ازم را پلا ازم رزینا یک سرت همیشه اینه بله بترسیده بابا این نمیفهمه چی میگه بترسیدی بابا بابا گیلک بترسیده نمیفهمه به گپ زدن خو مال میبینی نفس سوخته بترسیدی بابا مال من قیافه شما سنفر ببینم گردن پس باشه اگه بترسم من اشتا میترسم من نام خدا کته شدم میترسم بابا بلال جلجول میزد بابا بلال جلجول میزد بالی بوم باستاده برو گیلک وقت ما نگیر برو اشتا جلجول میزد بلال جلجول میزد مثل که شما خم نمیشیم شو یک دم کمپالی برمیدن یک دم میبر بلال بابا راه میره را میره بیایی که بریم نمیفهمه بابا بریم بده بیا شما نمیبین نه بابا بلال راه میره به در بیا ما در سرا تک تک پیار ما به کجای در وا کردم گفتم به سرای خودی لولام به سرای رفتن دل مر بتر کن که ما چون چکار شد و بیلر را میره و ما همین گپ میزد بلرم تال راه رفته ما چون به گپای هم نفهمیدم بابا لولو همین گپ میزد بریم مال شما نمیرین من میرم به خونه میرم دیگه کجا برم من برم بابا خدا از اونو بدم با در سران کوه بابا بترسیدم همه بابا جو هم یک بار بابا دیدم هم که بابا بیامد خب این لگمه برم بوم نقدشتو من نمیفهم هم یک بار دیدم بابا می تداوی دکردنی به طرف من یک بار گفتم این جندیه بابا یک دفعه من گفتم جندیه بابا یک دفعه بیامد بجستم برفتم در سر بیاد من نموندم نه لینگ کمشی رو تایو نه بابا تاشیم شما سر کن سر خود کن لینگ کمشی یه از کی نه بابا مشون کی بوده بابا چی میفهمم
اشته بیده بابایی میفهمی گیلا ها واسطه یک لک کجی نورد بمه آه. به واسطه یک لک اومده این دود بسر اومده دوست آمده ها دیگه میبینی دیگه چیکار کنیم بابا ما به مدر تو بگفتم شویستاد نرو بری ها، بری بری یه گیلا تیز بیو میگم پیش تو گم نشه ها پیش تو گم نشه کی گم نشه لنگ کوش لنگ کوش نه بابا البته گم میشه انا خسرت مجددا میام سلام علیکم زنده نباشید خیریات بخیر گیلاک اشتری بله انا اختلاط کنه کلا خراب با من میگی تو گلک میترسه بابا اختلاط میترسی دیگه اگه نمیترسی چه برات پیار خواه بدی با گیلاک نمیترسه گیلا قهرمانه چه قهرمانه سایکو من براتون به سرا رفتم خب سعی میکنم بلر به تر و پله پتیره خب بفهمید. بلر با کجا بوده بروی بوم خب بفهمیدی تا بلر سعی میکنم میبینی لنگ کوشی لنگ کوشی چه لنگ کوشی خب لنگ کوشی بیتال تا بلر خب کوک یا لنگ کوش چی کردی لنگه چی لنگ چی کردی آنه لنگ کوشر میگم لنگ کوش لنگ تبلت آنه نمیدونم مید اینجا پر نوشته یه نه من باشه اگه لنگ تو میشناسی بابا؟ یعنی کش به ما آشناه آشنایه آه. چه کاری چونه کجی یعنی گیلک که نمی خوشیز بیدی میانی بیاقه میگه چه کاری کنه خود راست میگو خود تو که میگی که کاش به ما آشنایه بابا خب میگه میگم من نشناسم ایران کنه را گپال ما ماجرا را از این گپار هلا کنیم شما خونی خورسایی کردیم چیز میزی گم شده نشده شما به در شدیم به کوچه چی لگامه حسین نکردم گوش خونه کشی شما خونی خورسایی نکردیم به در شدیم به کوچه به در شدیم شما سایم و میکشه پیدا کنی ولی من مرادم سعی کوش میگردم نه مادر تو برو برات مادر خو برو برای خونه خورسایی کنیم بکسا خورسایی کنیم چهار طرف خورسایی کنیم که شما دیگه چی گم شده آدم خوب فهمیده راست بابا میگه. بابا اصلا نقل کمال نداره برو گیلک بده برای مادر بده خب شما این جگه برات کی میگردیم برات صاحب کش میگردیم واقعا شما اول سعی بکنیم خونه خو که چیز میز دیگه گم شده یا نشده بره گیلک بره تو نگاه کو چی رقمه خب بیا من برم ناله خود بیارم ها دیگه برو نانی خور بیا کسای کنه خونه شما چی دیگه گم نشده باشه الله جو پومه رنگ تو بخواب شگیله رنگ تو بخواب تو به کجا بدی که با بیایی دمی ساعت نرمون اول شدم بیلا کجا بود کی بیلار بغل تفتکه نه کوشمه یک لنگ کوشمه کنیه بیلا در بدر شدم لنگ کوشمه و تا بیلار بموندم خبر ندارم من حال تیار کردی چکار کنم مالی سیکوتی کوشم تا بیلار بموند اصلا گیت شدم سر رو بگیشت سیکوتی کوشه کار 5-6 روز میشه بخیرده بودم بازم خوب شد توی که همین کوشم نوه کسی اخزر ندیده دیدم قراره که دیگه پرتو میدم پرتو میدم که کسی نبینه میته پولیس میرم خاک که سلام بیننده‌های عزیز کچکولا برار شادکلای ما برنامه باند گیلک سوجی امروز در رابطه با می برادرها غریب مسکینی که نون سحری خور نداره نون افطار خور ندارن به کنار یک آدم خان زندگی میکنن که همه چیزی خدا به زوبه داده مرتبه اما نمیگن که یک شوی یا یک پخشاب برنجی گوشتی اینی اونی به می مسکین غریب ببرم کمورم بشه در کنار برادر عزیز هستین که اینا خود زنده معرفی داشته باشم برادر عزیز زنده معرفی داشته باشیم که نه لال گل خب براش گل خب یک تنه شماندار همین قله خود تو که پلان استادم ای خیر بینیم سیه بله. لال گل بلا شیر گل از این قلی خود خوک استادیم سوجی سرزمین ها. سوجی امرو در رابطه بیم برادرایی که غریبم
پلو یک خانه زندگی. بفهمید براجو دوباره نماید تکرار کنید. از اون میگه پا تو گوشت میکشیدم. به به. بله یا شما تا حال توجه چیزی به ما غریب داشتیم؟ نگاه براجو بکنیم. واقعا گپ خوبیه. آدم مگر امی همسایه خود هر روز نگاه کنن نظر اندازه که چه کار میکنه چه کار نمیکنه. خب بله یا آدم باید خبر از همسایه خود داشته باشه. خیر بینیم. بارک الله می جوان، خداوند تو خیر بده، خداوند کاکا تو کلون کنه. بازم آفرین که تو آدم همسایه خود نگاه میکنی. بله. تو حالا برای گوشتی پستی اینی اونی شما گوشت چیزی بس تو من ببین. گوشت اگه براجو از گوشت میگی ما امی یک دو تا تکشات بکشتیم مار کردیم تقریبا 20-25 کیلو گوشت کرده. خب بله یا میتونم مقبولم تا یک شال بچینیم ذخیره کردیم. به به با ما روزه. با ما روزه. از اونا به ما غریب ببردین. کدو غریب؟ همون غریبی که میگیم توجه میکنیم بهش سعی میکنه. کدو غریب تو؟ همین غریب شو هم میکنه بس در نزدیک سال شما زندگی میکنه. یعنی همسایه ما میگی؟ آها همسایه ما. یعنی گوشت بزو برو. نه براجو تو نشه. خب گوش کشیم. ما همسایه خو گوشت بدم. که چرا نمیره به خونه میخره؟ خو غریبی نان خوردن خشک خور نداره. براجو عزیز دل من تو به گپ ما نرسیدی. از اینکه ما تو گفتم ما به همسایه خو نظر میندازم نگاه میکنم سر میکنم هر روز از اون خبر میگیرم سلام علیکم و علیکم. دیگه ما بزو کمک نمیتونم که کمک کنم. خب گوش کشیم بیننده از این مطال نشکنی میگه غم نداره بوز بخر بوز نبود مرغ بخر. از این تک شده اگه او تک گوشت مثلا از گوشت بگین یک نصف شکمبه مدام ریکه به سر اینا. نصف شکم. نصف کرد. ها شکمبر نصف کرد. بله یا دیگه از این بیشتر توان منیه که بزنو کمک کنیم. بریم خیر بینیم بریم با مادر خوب بگم همون نصف شکمبر هم احوال دستی شما ری کنم بریم از هم. کمک دیگه اون کلون کمکیه دیگه. از این بیشتر چی مایه؟ خب گوش کشیم. تشکر از شما برادر. باش دیگه فهم خدمت. سلامت باشین. خیر بینیم برادر. بفرمایید خیر به جلوی شما بفرمایید. نصف شکمبر کمک کرده دید تو تک شادم بکشته بگذاشته به یخچال با بای مبارک رمضان. او غریب نون خشک خور نداره. بیننده های عزیز بازم در کنار این برادر آمدن که خور معرفی میکنم. برای خور معرفی زنده معرفی داشته باشه. ای برادر از چی معرفی کنم؟ از دل کلی پردرد خو. گوش کشید. من نپرسید این لالا میگم دل پردرد خو. برای سوجی امرو ما خلاصه بگم رد معرفی دیالدیم به خاک یار اسمی هستیم. سوجی امرو ما در رابطه به می آدما خانی ان که به کنار یک غریبی مسکین زندگی میکنه یک نون خشکی برای این مسکین کمک نمیکنن. گفتنی شما به اون شخص چیه؟ چی بگم برادر خور بگردم؟ و این منطقه که ما میشینیم خب همین 4 خونه 5 خونه ما غریباییم دیگه همه پولدارا و سرمایه‌دارا هم باور بکنیم که یک شو من ندیدم که یک نون خشک به دام سرام بیارن که من شون برم افطار کنم. دختر خورری کردم به در سرای نگفتم یک نون خشک برو بستون یک بابک رو در سرای هر سرام بروی بسته کردم جواب کردم تمام رو برات کار خوب. ایت گوشت پست به شما کمک نکردن. نون خشک نمیدم تو برو گوشت پست میگی. گوشت پست بابا کجاه؟ اونا هر شو سعی میکنم تا دیگه از اینا بوی بالا میشم تا خود نمیگم خدایا چیکار کنم؟ از دست من کار نمیام سر گذارم میرم کارم نیا برای خود کردم. سخت راست میگه. یعنی چیزی نداریم به افطار و به سحری؟ نه برو چی داریم؟ باور کو بیشتری شما ما بدون سحر بدون افطار میتونه که پیاله چای میخورم برم برات کار کنم. همون چای هم واسه درک نداره. خیر باشه بیننده های عزیز کار خوبی نمیکنن. بعض آدما اگه دست جناب دهن اینا میره همون مسکین غریب نگاه کنن گناه داره غیر خدا میشه. یک نفر دیگه بمونده بیننده های عزیز بلکم یک سوال خوبی پیدا کنیم همراه ما باشید. بیننده های عزیز بازم در کنار یک جوان خوش اخلاق و خوش تیپ مهربان بلکم هم قیافی از این معلوم میشه که یک آدم دلسوزی باشه که به آدمو غریب کمک کرده باشه. برادر عزیز سلام مونده نباشین. سلامت باشین برا. ما بیشتر سال شما به درد نمیارم به خاکی کالس میداریم. خوب برادر جان سوژه امرو ما در رابطه به می آدما پولدار و آدما غریبه. به محل شما مثلا 4-5 نفر 4-5 خونه غریب زندگی میکنه. شما فکر کنین پول داریم تا حال به مو غریب مسکین به ما بابت مای مبارک رمضان کمک چیزی بکردیم یا خیر؟ نه برادر من نوکر اینا نیو هستم. نه من نوکر غریبم یا نوکر تو خودی کله گنده خوبی میدی گپا مفت میجنی. تو به مالی یک چوری که تو بیا برو غم غریبا رو بخور. برادر من غریبا برم کار کنم از همه بیتره. من میوه دونه گوشت خورش ما برم به سر سفره کاسی ما بودم غریب بودم برای که برادر من کار کنم. بیننده عزیز به نظر شما کدو قسمت کلمه گنده یکی میگه خود کله گنده خو؟ دروغ میگم تو بیا میدی غم غریبه میخوری. شما غریب برای کار کنه. پول داریم؟ شکر فضل خدا. به منطقه شما غریب است؟ هست برادر بیکاره برای کار کنه برادر. خب کار؟ خب میگم من کجا کار میانم کار میکنم. تو همه پیار تو نباشه گردن همه بند مگرم بری میش خلمک بچرونی.
دل جمع برار تو قرصی تا گپا نخور برو خیلی بری گوشت چیزی هم با یخچال بگذاشتی؟ گردن ما بند باشه اعمال تا برج اغرب دگه سال بیای بخونی ماشیه رو روز خودی نفته کنه بیری خونه هسته که همون تا عرش گوشته دل جمع خلاص نمیشه. یک لغمی هم به ممسای غریب ندادیم. نه برار گردن ما بند باشه اگه ایت مزی و چشیده باشه چرا دروغ بگم لالا. بیننده های عزیز به دل خود نگیریم خیر باشه. اینا آدم ها بعضا شاید نفهمم منتها شما خواهش میکنم که یک غریبی دست تیر بگیرین که خدای پاک دست شما رو بگیره. تا به هفته بعد شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. کچکولا برای شادکالا یا برنامه باندگی لخ خدا نگهدار شما.